میگم شنیدی پژمان جمشیدی یا من کبره شد؟ پس نگار فر من چی میگو؟ بریز دور این حرفا رو، ما که نمیدونیم پشت پرده چی میگذره. بیا تا آنالیز اوورال اندکس های زیباییشو برات بگم. نگار فرهمند عزیز 38 ساله که در جشنواره کن اوقات زیادی به پا کرد و در کنارش با حاشیه‌ای که آقای جمشیدی داشتن تونستن پیجشون بسیار بالا ببرن، یه سری اقدامات زیبایی بجا به صورتشون انجام دادن که مهمترین قسمتش لیفت ابروهاشونه که بدون حضور هیچ نوع اسکای است، نشون دهنده لیفت شقیقه به روش مدرن در نقطه طلاییش هستش. از طرفی صورتشون با توجه سنشون بسیار لیفت شده و زاویه سازی درستی داره، در صورتی که عکس قبلشون که نگاه میکنیم صورت لاغر و استخوانی داشتن. توی صورتشون فیلر در 8 نقطه طلایی انجام شده و باعث شده صورتشون از صورت لاغر و استخوانی تبدیل به یه صورت با زاویه سازی اصولی شده باشه. از طرفی لب بالاشون در عکس قبلشون فروتو و بسیار باریک شده بود، در عکسای فعلیشون میبینیم که حجم و فوله‌ای داشته. کیفیت بالای پوستشون نشون دهنده اینه که مثل خودم هر 1-2 ماه از مزوژل ها و جوانسازها و نخهای تلویزیون استفاده میکنم. دکتر هستم، بورد تخصصی از دانشگاه بهشتی. اگه تو هم میخواد مطالب زیبایی سلامت به صورت رایگان بهت بدم، همین الان پیجم فالو کن. اگه میخوای 8 نقطه برای لیفت صورت بدونی، همین الان عدد 8 رو کار